این روز با چی سر شده؟ این چی خیل روز باشده؟ فولی بد. اکنون فهمیدم. امروز با پای چپ خیستم. خوب گربه سیاه زنی با سطل خالی. انا در اینجا گفته شده است اگر شما با پای چپ خیزید تا غروب آفتاب یگان کارتو برا نمیگیرد. ولی تا غروب آفتاب وقت هنوز خیلی بسیار است. سلام دوستی جوانی من. قرار دادم که هر پگاهی دوام. کاری نو رو از روز دوشنبه سر نمیکنن. این فولی تماما بد است. باز هم بدتر از با پای چپ از خواب خیستن است. یکی از با پای چپ خیستگی ها من هستم. دوستی خرافات برستی من. شما به علامت ها اهمیتی کلام میدید. این از نقطه نظری علمی درست نیست. انا من چی گفتم؟ روزی دوشنبه یگون کار سر نمیکنند. اگر سنک با سطل خالی بیاید کار شما برار نمیگیرد. از آستانه برگشته در آمدن سفرتون خطرناک میگردد. اگر نمک را بدری خانه پاشد جنجال میکنید. این تماما درست است. باری در عرفه سال نو من بدری حولی نمک پاشیدم و چی میگویید که دیروز با کرکر جنجال کردم. گم کردن دست پوشک بدبختی میارد. این خورک ها سببی بایگری نشود. اگر لباستان رو برزنید گریه میکنید. رقمی 13 حیرت آور. جای را با احتیاط باش. بهترش در جایتان ایسته. چی میگوید؟ رینگ نمیفهمم. رقمی تو چرخه شما بدبختی میارد. تبکر نکنه. از جایت نجوم در همانجا بیست. رینگ نمیشنوم. رینگ رقمم چخیل. رقمی بدبختی. فهمیدم. این رقمی خیلی اعلی درجه. ایستا. برنامه‌ای مرا میبینید. من در کجایم؟ این چی واقعه بود؟ دوستی یک روی من ما که شما رو آگاه کرده بودیم. رقمی تو بدبختی میارد. چرا بدبختی میآورده است؟ حاضر همش رو میفهمم. نیوشه هشتگ نکش. پولت تمام می شود. این نیوشه نیست. این باز یک علامتی بدبختی. زنی با سطل خالی. هی شما هی همه شما در کجایید؟ آها فهمیدم. ما اینجا رو تکون بازی میکنیم. همینطور نه؟ جایره برو من تو رو دیدم. توک توکی برش گوش کن. چرا زیر چشمت داغ دارد؟ خوب فوراً همتون برایید و نخل کنید که اینجا چی گپ است.
زن با ساتیر خالی به خانه در آید، این فالی خیلی بد است. خوب. اولا من برای شما زنک نیستم. ثانیاً ساتیر من خالی نیست. سیوم این پای راست است نه پای چپ. چهارم امروز یکشنبه است نه روز دوشنبه. پنجم همه این گپی شما بیهوده است. روز با آخیر می رسد. آن روز هم با آخیر رسید. حاضر آفتاب هم می نشیند. این علامتی باریدن باران است. فیلم سال 2019 در مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان به زبان تاجیکی ترجمه و دوبله شده است. ترجمان عبدولی قدرتوف، کارساز دلنازه سلطانова، کارگردانی آواز سید جعفر جباروف، راوی دلوری سیفالدین. به نقشه آواز دادند محمد جان شودیف، اصلان شاه رحمت‌اللهیف، شورچار رحمت‌اللهیف و شکرانه طاهر.